مال روزشتنه خوبه بخیر خیریت خوب هستی شکر الحمدلله خوب شد شما رو بدیدم ماما چه خبر خوبه شکر الحمدلله سلامت باشین امی گیلک داماد شما نیه بله خب یک دو کلمه گپ دارم ماما نوروز انشالله که از ما کلانتر هم هستیم بزرگ همانیم برای شما میگم خدای نخواسته ناراحت نشیم از من چرا ناراحت شو خدا نکنه چرا ما خواهد تایی مارکت چی دارم دکون بنجار فروشی دارم خبر داریم دیگه خب امی پیشتر من دکون بدون طرف صبح اون تال زنگ دادم بیام و خونه کار دارم امی گیلک داماد شما بیامده بود مثل که سویدا میستون لوازم آرایشی و کوش و چی بالاخره خب نمزاد از یه خودی ازی بود دیگه بخشش باشه دیگه ایگه پارمه میزنم ماما خب خدا وضعیت خوبه نبوده قیدم دستا خو بیرون میکرد رنگ نخون میکرد دستا از یه تا و بالا و بالاخره کمک اللحاظ اجابم کم بیده گفتم برای شما خوب شد بدید من برای شما بگم کمک بفهمونیم ما که واقعیت خود من نشناختم فکر کنم گیلک مره اگه دختر شما شناخته باشه تا خود ما واقعیت چون همسایه مانیم به خدا ما خجالت کشیدم یعنی دوماد گیلک رو بیام رو مارکت پیش بله هم بیشتر تا یک ساعت پیش که ما یک ساعت یا بیشتر میشه گور بدیدم همین جگا بود دیگه مال به خونه کار دارم گفتم یعنی خود نمزاد خو اومده بود دیگه چند تا یک نمزاد داره دیگه میگم یعنی خود نمزاد خو بیام بله ترویه گرفته بود اگه منتال دستا خو بیرون میکرد و بالاخره آرایش و دستا خو طلاق و گوشی داشت سعی میکنید یک متر گوشی نگذاره ما مایت بیروشم خب نیه به خدا قسم ما به شما همسایه ایم اما زرانه ما برای شما میگم به دیگه جایی گپ تا بالا نمیکنم به خاطر همسایه داری خیر بینی کوکو جو سلامت باشه مدام بکنم بس سر بسرا نرفتم من میتونم سرا بدم کلان گرمالا بدم برار یک تذکر بده ما بفهمونیم خوب نیه بزی وضعیت بیروشم بابا خیر بینی اصلا غیر ضرورت چرا بیرو میشه بیرو هم میشم بالاخره به یک طریقی همین گیلک دومات شما و سر رنگان نخونه وا میکنه یکه که باشه که من دست نمزاد خود رنگ کنم سعی کنم اصله یا بداله بابا می تا دکون یک آدم بیگونه نامحرم یکی نه همه دکونا یک معلومه که بالا میشه همین چرند گفتن و دعوالی گپا یعنی چی گپ داری سخن داری بیا با خونه خودی هم نمزاد خود بشینه قرار هر گپ چیز دارم بزنم خیر بینی کوکو جو که ما رانمایی کردی زنده باشه اونا دیدن میکنیم یک بگیم برای نامینا کمک مراد کنم میگم که دیگه کارش اشتباه نکنه بریم خداحافظ شما خیر باشیم سلامت باشین خداحافظ زنگه که تو زن به خاک شه 10 دفعه تو گفتن که همین دومات تو بیعقلی همین دختر خود خوده زیره نکو به بازار که میر و تعده کنه تو سه مرتگه چی میگو به من گفتم خدا همیزی می شخصی که من تارم که من صدای مرتگه نشنم که میر و تعده کنه رنگان خونه و 50 زن خونه مال وای اشتاق مردن کش کردیم شما لا اله الا الله محمد رسول الله گپ بزنیم مرد که هیچ اصلا به دل جان نمیگیره که چی گفت به من بیا که برم به منزل ولایت ما و تو لیلی ماشی تو دست مرا بگیر و من دامن تو کجکی یالا که دستم من شونا من خود کش کردن نمیتونه کجکی من کش نکن یکی میگه 5 دقیقه من دیگه خود کم کنم لا بشینی آی کجکی جو گلی یک دانه باشی دلارم ای چراغی روشنی هر خانه باشی کجکی جو وی چراغی خونی وی چراغی روشنی خونی پدر خو آخی بسر گیلکم نازدانه باشی
هی واکی شرشر میکنه کجکی میشاکی بربر میکنه کجکی دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم سبزمه تا کی بنالم کجکی لیلا شیری گوداره کجکی نمزاد مخوداره به ایران میروی زودی بیایی کجکی که وقتی نون خوردن به سر سفره بشی کجکی کجکی جو به تو 2600 خرید کردم کجکی جو کجکی غط والا به دل من آرایش به کجکی جو چیشنگ نکه دیگه من کجکی جان نکو دیگه خوش ماما نکو تو گدن تو من خور بالا شالشه چونم زینب زینبای کشای دخترای ما صدا میکنم کجکی جو به کجای بله ها شما کینی ها شما کینی ماما خاله خسور منه سلام علیکم ماما نوروز اشتانی خیریت جانجوره ما بیامدم به قصبی که برات مرغ مرده دختر شما ما بردم شما بکینیم ما کی بردم دختر ماما نوروز ماما چیز ما نزبات من گفت که به من زنگ زد دیشب گفت سو وقت بیا که بریم چون ما خاطر که عروسی خوارزاده من نزدیک شدن ماما چون به من رنگ نخود بخر و یک کیفی بسکه بخرم کش بخر و خرت پرت و آتاشخال بخر ما بیامده من حاله و پشت باغچی توی تاش غلیم ما میتون میای رو به غله چی میگین؟ و 50 چی میگین شما؟ ما میگم تو شرم حیا نداری نخونه خود ما میایم بسه میگه شرم حیا داریم ما با سعی کنی شرم حیا چه کاری مونه گپ مف میزنی ماما بد تو نیایی گپ مف میزنی ماما نوروز قیافه خود گم کن نزبات من اختیار خود دارم با کدو بیاقل ناندون برفته گفته رنگ نخون میزنه به 50 او همسایه شما نه بابا دو وقت برفته پیات شیطانی کرده
بله بیا 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 بگو تو که برو بخونه که رنگ تردم که ببینم بده بگو بله تو شرم نداری بله تو شرم آیو نداری چرا اشته چره اشته چره ما به خوشی خوبه گفتم چی گفتی خوشی خوب دیشب کجکی زنگ زد بعد کت که کجی که گفتم که گلک بیا برای ما چون ما عروسی خورزاده منه با خود خرت پرت میخرم از اینا خریدک کش خریدک ما چون آرایش و لسپرین رنگ نخون لسپرین تو هم وجدان داری قیرت داری که تو این زن خوردیشی به بازار بردی به بازار بردی که تو دستان اعلا چادر بدر میکرد رنگ نخون و 50 میلی رو برم دکندارا رو برم چیزا اختلاط و قصد بابا بدل کاکا خوش خاطر من گفتم رنگ نخونه نگاه کنین تماشا کنین بدل نباشه بس اون تبیشه میتر بدل نباشه به خدا بخمرسون که بدل بدل میدم تو شرم آیو نداری اونا چیزایی که ضد عفونت داره کاکا خسور میدم به 4 روز به یک به 40 دقیقه پاک میشه بده برو بده دیگه نمون که تو رو ببین برو بده کجا برام من دومات شما نماخی گل برو اصلا تو نمون که ببینم رنگ تو بده ساکتا بده برو بده شو بده کاکا یا برو شما یک دقیقه بسید کاکا یک دقیقه بسید یا بعد مردم میشه تحت چه قال مقدم همین گل هم سایمه که پهلو مسرا داره خونه داره که امرو بیامده به تا کشه مرگیر کرده که گیلک ساک دومات تونه که همین زن خود بیاده به تا به مارکه ای تا جفنگ میگه یک دم بگوشی صحبت میکنه یک دم خنده داره یک دم اختلاط داره رنگ نخون آمده که دکون همسایه بستونه که 50 زن خود از چلا چادر بدر کرده رنگ نخون میماله به 50 جفنگ تو چی رقم همین رقم نمشتریه همین رقم زندگیه بند باشه کاکا خسور دروغ مگه بده تست سرچاشته برو نون نده که دهم تو نمیره تست بدر شو بده برو دیگه صبر کن شما چی صبر کنم کجا میری اینا رو کجا میبری اینا رو ما بخریدن که نون گوش نبرم مثلا خب بده برو بده تست بده برو دیگه نمون کنم به تو ببینم بده دیگه بیای بگه که من اینجا زن ندارم نمزاد ندارم شما ابرای سیاد مر ببردی تا مارکت گفتم میزمی شخصی که من تارم دیگه صدای این گوله نشنیم دیگه وای کجکی جیگرجو نفسیو کجکی چی اغزا عجله داری؟ میگو تو به سرا نبیدی که می گیلا به خواه تو برده شبه برده با بازار برده کی؟ همین گیلا کی برده؟ خواه تو کجا برده؟ بو برده با بازار چره خو؟ تو نبیدی میگم سرا آخه با ما از صبح تا چاش به کجا میرم من؟ خبر ندارم که با مکتب میرم آخه ما که با مکتبم بابا هم صبح که بو برده تو نبیدی صبح سرا نه بابا من مکتب رفته بودم گیلک برده امرو بیامده خواه تو رو برده با بازار خب بفهمیدی؟ با تا مارکت رفته ساکو گوشی رو هم بو بردم همینجی خنده اختلاط گپای جفنگ خو میگفتم همینجی نمزاده هر دیتا بعد بو برده و دکون که رنگ نخون بخرم دست خو خواردی تا چادر بدر کردن رنگ نخون رمسا کو گلک جانی تو برو نخونای چیز نکنه
که امروز گمی گل میامد به تا کوچه مرگی که گفتم ما همسایه میره قام کن این چه کارا میکنید دو ما شما نه بابا گفتم میزی می شخصی که من تارم بابا ایت نخوابید دیگه میفهمی اگه دیگه گیله که من سرا بدیم پا تور میشکنم خب بابا چه به ما میگه پس برای کی بگم خب بابا همین کلون خونه که شما پیام که شما ما که مکتب میرم ما که صبح ما مکتب میرفتم نقطه خب بعد کردم بریش خوار که به خونه بودم بنه خوار ما به خونه بود کی اومده بود اگه میاد خونه نمیخواستم که ببره ما که مکتب رفتم بیامده گله من که سرا بدم خب دیگه اینا مدرس مادرتونه من نمیفهمم بابا دیگه وای 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 دمی که گل اختلاط میکرد ای تو گفتم من میدیم این شخصی که من تارون لکه به زمین چی دیوانه شدم نمیفهم که چیکار کنم چی میگفتم بابا ایدگل چی میگو برای دیگه گپ نگرد گمش کن آدم با بازار هم میره به بازار برده نبی این رقمی که دل که اینا میره که با تواضع خنده و اختلاط و شوخی و مسخرگی و ایباره با که رنگ نخونه بستونه ببره ساکو نخونه خواهد بدر کنه ساکو برون نخونه آتی ساکو رنگ نخون کنه کیسه کنی اصلی و بداله من میرو چاشت خونه بدر کردم من تو شکم گوشنه گفتم برو که دیگه چور نبینم شورت رو ما که بابا مکتب رفتم خوار بودم خلاص دیگه